سلام دوستای نازنینم، به کانال روایت زندگی خیلی خوش اومدید. خب بریم سراغ قسمت سوم و پایانی داستان مهیج عمه مهین که این قسمتش واقعا جالب و زیبا هست. قسمت‌های اول و دوم رو هم حتما گوش بدید و اگه عاشق داستان‌های عجیب و غریب هستید خوشحال میشم که همراه هم باشید و کانالم رو دنبال کنید و حتما هم نظراتتون رو برام بنویسید. داستان عمه مهین قسمت سوم و پایانی. از عمه مهین پرسیدم عمه این کیه که این چیزا رو میدونه؟ گفت همین که الان روی گنجه نشسته. ولی آهان راستی تو نمیتونی ببینیش. گفتم دست بردار عمه، چطوره که تو فقط میتونی ببینیش؟ عمه مهین صداش رو برد بالا و گفت آخه فقط منم که ازش نمیترسم. آخه فقط منم که به اندازه اون تنهام. اگه نمیترسی میتونه وجودش رو بهت ثابت کنه. اون میگه تو مثل بقیه نیستی. کلافه شده بودم. گفتم تو رو خدا صدات رو بیار پایین. بس کن این مزخرفات رو. دیگه ساکت شو. الان آبرومون رو میبری. بعد هم بدون اینکه منتظر حرفی بشم اومدم بیرون و در انباری رو قفل کردم. من تنها کسی بودم که اون باهاش صحبت میکرد و منم باهاش اونطوری رفتار کرده بودم. راستش پشیمون بودم اما هیچ وقت نشد پشیمونیم رو به عمه ابراز کنم. 3 روز از چهلم آقا بزرگ گذشته بود که عمه مهین رگش رو با قیچی زد و خودش رو کشت. تو دفترش نوشته بود خیلی تلاش کردم ولی امیدی نبود. تو مراسمش هیچ کس ناراحت نبود به غیر از مادر بزرگ که با گریه همش میگفت مهین فرشته بود اما آدما لیاقتش رو نداشتن. توی ناکجا آباد دفنش کردیم. سالها گذشت. من حالا یک روانپزشک بودم که گاهی به آن روزها فکر میکردم. به اینکه اگر این تخصص رو اون روزها داشتم چقدر میتونستم به عمه مهین کمک کنم و شاید حالش رو خوب کنم. چند باری به انطباق رفتارهاش با بیماری‌های روانی پرداخته بودم و دنبال دلیلی مثل افسردگی شدید که باعث اختلالات در رفتارهاش شده بود میگشتم. خونه مادر بزرگ حالا به یک خونه متروکه تبدیل شده بود و قرار بود ماه دیگه کلاً بازسازی بشه. پنجشنبه غروب بود. داخل مطبم نشسته بودم و مراجعی نداشتم. پس تصمیم گرفتم برای آخرین بار سری به خونه مادر بزرگ بزنم. هوا تاریک شده بود که به خونه مادر بزرگ رسیدم. در حیاط رو باز کردم و وارد شدم. کل خونه رو گشتم و مرور خاطرات کردم. خواستم از خونه خارج بشم که چشمم به انباری افتاد. دو دل بودم که اونجا رو هم ببینم یا نه. نه به خاطر ترس. من خیلی وقت بود که موارد غیر علمی و غیر منطقی رو باور نداشتم. به دلیل خاطره آخرین حضورم در اونجا و رفتار ناشایستم با عمه مهین. اما آخر سر به سمت انباری راه گرفتم. در انباری پوسیده و داغون بود. بازش کردم و داخل شدم. نگاهی بهش انداختم. حالا دلیل اون همه حس توهم و اختلال رفتاری رو میفهمیدم. نمیدونم چرا بچگی حس میکردم که انباری بزرگتر بود. کل انباری شاید به زور 12 متر مربع میشد. با دیوارهای سیمانی و نمدار و لامپی کوچک. الان که به عمه مهین فکر میکنم تازه میفهمم که چه زندگی غمباری کشیده. آهی کشیدم و خواستم برم بیرون که صدای نجواگونه و خوفناک اما واضح زمزمه کرد اگه نمیترسی میتونم وجودم رو بهت ثابت کنم. آخه تو مثل بقیه نیستی. پایان.